بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل در پیگیری اون چیزی که دیگه شاید روشن‌تر به نام تمدن اسلام و دوران اسلامی و حکومت اولوالعزم پنجم، یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میتونیم بخونیم، به موضوع جنگ‌های صلیبی رسیدیم. یعنی یه دور توضیح دادیم که چگونه حتی با همه ضرباتی که اسلام اصیل خورده بود، ما در یه دوره‌ای با حکومت‌های گسترده شیعی در سرزمین‌های اسلامی مواجه هستیم و بعد حملاتی که برای زمین زدن این نوع سلطه طراحی شده بود، حمله اول که حمله ترکان بود رو توضیح دادیم. در مورد جنگ‌های صلیبی مختصری صحبت کردیم و قرار شد که در این جلسه بحث رو مفصل‌تر اجمالا در حد همین ظرفیت 10 دقیقه‌ای که داریم بتونیم توضیح بدیم. خب گفتیم 200 سال جنگ طول کشید، 8 تا جنگ متفاوت، ولی مجموعاً 200 سال بین مسلمانان و مسیحیان. جنگ بسیار بسیار خانمان براندازی که در پایان هر دو طرف مسلمان و مسیحی مواجه شدن با این حقیقت که اشتباه کردن و اصطلاحاً فریب خوردن. فریب کیا رو؟ فریب یهودی‌ها رو خوردن. یهودیتی که حالا شده بود حزب شیطان دیگه، از دین حضرت موسی خارج شده بود، نقش در واقع پیروی شیطان رو و تشکیلات شیطان رو به عهده گرفته بود. خب این ماجرای روحیه در واقع دنیاگریزی، بی‌ارادگی در سرزمین‌های اسلامی و در بین مسلمانان ایجاد کرد، به ویژه که تأسیسات تمدنی ایران از بین رفته بود. اختلاط نژادی خیلی شدیدی در اثر وحشیگری که تو این جنگ انجام شده بود در سرزمین‌های اسلامی شکل گرفت و تقریبا بتونیم بگیم تمام ظرفیت تمدنی ما تو این جنگ دیگه خالی شد. اگر که حمله ترکان 100% این تمدن رو تا حدود خیلی زیادی تخریب کرد، حمله مسیحیون و حمله صلیبیون در واقع اونم همون 100% رو دوباره از نو کوبوند و این حمله دوم خیلی حمله سنگینی بود. باز به نظر میرسه حزب شیطان دلش آروم نشد که با 2 تا حمله در واقع تمدن اسلامی نیمبند رو، نه تمدن اسلامی اصلی رو، از بین برده. حمله سوم طراحی کرد که مغولان بودن. مغولان از شرق جهان، از شرق اون عالم اسلامی اون روز حمله کردن و تقریبا یه بار دیگه هر چی بود و با خاک یکسان کردن. ولی توی این ضربه سوم برعکس اون دومی ما احیا شدیم. ما معمولاً بهمون گفتن حمله مغول خیلی مخرب بوده، ما معمولاً جنگ‌های صلیبی رو نمیشناسیم، حمله ترکان رو نمیشناسیم، نمیدونیم چه ظرفیتی از ما از بین بردن و فقط متمرکز هستیم رو حمله مغول. چرا؟ به نظر میرسه اتفاقاً از لحاظ نگاه کلان تمدنی حمله مغول به شدت مثبت بود برای ما. بله کشتار بود، کشتار خیلی خیلی فجیع و وسیع بود. در انتهای این کشتار چه اتفاقی افتاد؟ مغولا دین رسمی که نداشتن معنای ادیانی که ما میفهمیم. خب اینا اومدن اصلا براشون اون جریان متعصب ضد شیعه ترک با جریان شیعه فرقی نمیکرد. اینا از هر دو طرف کشتن، یعنی این زمین رو قشنگ شخم زدن. خب بعد از اینکه زمین شخم زده میشه چه بذری بیرون میاد؟ اونی که آمادگی بیشتری داره. و شما میبینید جریان علمای شیعی روی این قدرتی که ایجاد شده بود سوار شد و تازه تمدن شیعی خیلی جدی اومد بالا و رشد کرد. یعنی ما احیایمون و مدیون حمله مغول هستیم با همه بدی که داشت. بعد شما میبینید ما با حکومت‌های ایلخانیان و تیموریان در کشور مواجه هستیم، حکومت‌های مغول شیعی، و همین حکومت‌های مغول شیعی رفتن توی هند و گورکانیان رو درست کردن. یعنی قدرت منطقی ما هم افزایش پیدا کرد. و بعد البته باز ضربه چهارم یه حکومت 600 ساله بیخ گوش ما به نام عثمانیه امپراتوری. و درست موقعی که ما داشتیم قدرت میگرفتیم در دوران صفویه که ما یه امپراتوری بودیم، یه امپراتوری هم کنارمون شکل گرفت و متاسفانه بین ما و اونا یه دعوای شیعه سنی باطل را انداختن و هر دو طرف شروع کردن همدیگه رو تضعیف کردن. ببینید ما اگر که با عثمانی ساخته بودیم یا عثمانی با ما ساخته بود، ظرفیت تمدن سازی که توی ایران بود، این ظرفیت رو شما ببینید توی رام کردن مغول بگردید و پیداش بکنید. این ظرفیت میتونست تو اروپا وارد بشه. ما الان تحلیلی که از حکومت عثمانی داریم اینه که حکومت عثمانی یه سدی بود در برابر حمله اروپاییان به شرق و به ایران.
میتونه این باشه. ولی از این طرف شما ببینید یه ظرفیت فرهنگی و علمی عمیق و تمدن ساز در ایران بود که میتونست وارد اروپا بشه و عثمانی جلوی اینو گرفت. یعنی دقیقاً همین نقشی که امروز ترکیه خلفش داره این کارو انجام بده مقابل انقلاب اسلامی. اون روز هم همین جریان شکل و متاسفانه افتادیم توی یه ماجرای دیگه. در اوج اینکه یه حکومت شیعی متمرکز تونسته بودیم تشکیل بدیم، ضربه رو خوردیم. بله، این پایان ماجرا نبود خوشبختانه. از اینجا ما تقریبا جریانات احیای اسلامی رو داریم، بعد از البته ماجرای مشروطه، بعد اومدیم تو دوران ملی شدن صنعت نفت در جهان اسلام، احیای و بیداری اسلامی که اتفاق افتاد در کشورهای مختلف و ماجرای فلسطین و غصب فلسطین که پیش اومد، دوباره این جریان احیا شد. با این فرض ما داریم یه دور برگشت رو دوباره طی می‌کنیم. ما ضربه ها رو پشت سر هم خوردیم. حالا فرصت نیست که ضربه های خاصی که ایران بعد از این ماجرا خورده در جنگ جهانی دوم، در جنگ جهانی اول، بین دو تا جنگ، اون ماجرای قحطی بزرگی که در ایران ایجاد کردن، اشغالی که در این کشور اتفاق افتاد، همه ضربه های پشت سر هم بود که برای از بین بردن این جریان دوباره‌ای که داشت احیا میکرد تمدن اسلامی رو. خب جریان گشت بعد از این همه ماجراها و تحولاتی که البته در حوزه‌های علمیه ما شکل گرفته بود از زمان مرحوم شیخ صدوق در قم تا رسیده بود به مکتب بغداد و قدرت گرفتن مرحوم شیخ طوسی و تحولات بعدی مکتب هله و بعد مکتب اصفهان که تو همین دوره صفویه شکل گرفت و بعد دوباره دوره اخباریون و بعدم فقهای اخباری و بعدم رسید به دوباره بعد از اون به قم و دوباره احیای قم در زمان مرحوم شیخ مؤسس شیخ عبدالکریم حائری یزدی رحمت الله علیه، ایجاد حوزه علمیه قم، تأسیس حوزه به شکل بسیار بسیار مؤثری و بعد زمان مرحوم آقای بروجردی که دوره باز شدن درهای حوزه‌های علمیه ما به سمت جهان اسلام ما در اون دوره بود که از طرف دانشگاه الازهر و شیخ شلتوت مذهب شیعه به عنوان یه مذهب پنجم مورد پذیرش قرار گرفت که این برای ما برای ورود به جهان اسلام خیلی مهم بود و روی این پایه میتونست انقلاب اسلامی حالا خیلی جلوتر شروع کنه و بعد اوج این جریان که در ظهور شخصیت بزرگی به نام حضرت امام خمینی که پرورده همین حوزه و همین جریان حوزوی بود شکل گرفت و این جریان نظاممند شد و دارای یه حکومت اسلامی شد که بتونه ماجرای بازگشت به تمدن اسلامی رو تحت عنوان تمدن نوین اسلامی دوباره ساماندهی بکنه. بیش از 4 دهه هست که در این مسیر هستیم و انشالله داریم میرسیم به اون اوج حکومتی که بعد از تمدن نوین اسلامی انتظار ما رو میکشه انشالله در بهشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.